یه جمله میگم کاملش کن. اوکی بگو. با لباس سفید اومد و با لباس ازارش چه میگی؟ نه دیگه با تیبای سفید رفت. خب مهریه شهر کم بود سب با پولش مثل تیوا بگیره. دیدی؟ شنیدی چی گفت؟ خودت بیای ماشین واقعا توصیف کن. مهربون جذاب. مهربون. خب اجازه میدی منم توصیفت کنم؟ آره 33 تا حرف تو الفبا داریم، این همه واژه، این همه عدد، اما تنها کلمه که میتونم تو رو توش توصیف کنم تخمیه. یه کار جالب بکن، چشاتو ببند، تصور کن که یه خونه داری پر پول. الان تو خونت عروسیه؟ نه جواب منو بده. آره چرا؟ خب پس یه عکس از محله برگزاری جشن برام بفرست. به در نگاه. چطوری؟ سلام خوبم تو چطوری؟ اسمت چیه؟ جورلی. خواهر دورچی؟ کجای این سرزمین پهناور زندگی میکنی؟ من تهرانم. بچین ببینمت. مگه تو تهرانی؟ بله. واقعا؟ بشین همو ببینیم. خب ببینیم ببینیم هر کی نیاد. که کجا؟ میام ها. بیا عزیزم هر کی نیاد. ببین من دیوونم، میام ها. بیا. آیدی تو بذار، میام. اوکی بزن. خب میام میبینم. پس میای؟ هر کی نیاد فوش بیا. گذاشتم. هر کی نیاد فوش گذاشتم. اما همیشه. با بچه من که مکرد میکنی؟ سلام خاله. سلام علیکم. به آرزوش رسید، منو تونست ببین. رفت پیشش. هلو خوبی؟ نه فقط تو خوبی. میدونی به حیوان بزرگتر از شامپانزه چی میگن؟ چی میگن؟ نه میگن شام 16. آها دوست نداشتی؟ نه برو بعدی. یه روز یکی داشته با پا غذا درست میکرده. خب خب ازش پرسیدن چرا داری با پا غذا درست میکنی؟ فکر کن چی گفته؟ چی؟ گفته آخه دستپختم خوب نیست. قشنگ بود جالب بود. اون رفیقتونم بگید بیاد، اون که بلد پیکاپ لاین بگید پشت صحنه. اون مادرمونه. دستات به نظر سنگین میاد، میتونم برات بیارمشون؟ جالب نبود. تو مامانت زنبور عسله؟ حالا که مامانت هم هست؟ نه آخه تو خیلی عسلی. بچه‌های من لیاقت این جملاتو ندارم پسر. آره واقعا. حالا خودت بیا تو تصویر. میخوای به خودم بگو. آره بیا خودت بیا. بچه‌ها شما برید، من با مامانتون کار دارم. جالب بود. چی شد؟ حالتون خوبه؟ چی وسیله‌ام افتاد؟ خبرها چیکار می‌کنی؟ چی شده؟ خانم شما فرودگاهی؟ آخه میخوام جتمو تو فرود بیارم. اینا جدید هم نشیده بودم. حالا بذار من یه چیزی بگم، نظرته؟ خب تو آره. بین پا چیه؟ بین پا من یه گناه بزرگه که جاش تو جهنمه. اصلا ببین اش کرده ما رفتیم. ولی خانم یه چیزی. چه چیزی؟ میدونی چرا پرسیدم باند فرودگاهی؟ چرا پرسیدی؟ چون پیشونی شبیه باند فرودگاهی. یعنی این داستان میچه جوریه که هر کی بیشتر پیکاپ لاین باشه بیشتر میتونه مخ بزنه. من از 3 تا سوال میپرسم، این 3 تا سوال رو جواب دادی 4,000 تومان برنده میشی. 4,000 تومان. تو توی ظرفی 5 تا سیب داری. خب 2 تا سیبو برمی‌داری. چند تا سیب داری؟ 2 تا دارم. چرا 2 تا داری؟ اون 2 تا رو گرفتم دستم. اون 3 تا تو ظرفم. آفرین. روی درخت 10 تا گنجش نشستن. تو با اسلحه یکیشونو میکشی. چند تا گنجش رو درخته؟ هیچی نمیمونه چون وقتی صدای شلیک میره همه بلند میشن. خیلی زرنگ. ریده داده دیگه زرنگی نه ایده. من تو رو میشناسم. خوبی؟ مرسی. ویدیو بگیریم. پیکاپ لاین بلدی؟ نه من بلد من بهت میگم 2 تا از 1 تا 10 نمره بده. آماده ای؟ آره. میای کوسه بازی کنی؟ نه چرا؟ من میخورم تو جیغ بکش. الله. خوب نبود؟ 3 از 10. من تو رو هیچ موقع پمپ بنزین نمیبرم. چرا؟ خوردن چیزای داغ اونجا ممنوعه. 8 از 10. بنازم. یکی 8 گرفت، یکی هم 2. 3. اونو میکنیم 2، پس 10 از 10 من برنده شدم. شماره تو بنویس.
داشت ما برای چالش داریم. عالیه. منم مرد چالش دارم. اگه از این سن ایشون رو درست تشخیص بدی ایشون برات عکس میده شد. ببینم شو بار دیگه. ببینم یه ما دیگه کویسری و اویکیو چند سال. پیرازیه اونا رو چه؟ قابلش که من با همه ببینم بیار ببینم شو بار دیگه. یکی از حدسم 16 ساله، یکی از حدسم هم 17 ساله. اگه 14 سالشه بچه‌ها کودک آزار نکنید زشته. من چرا اینقدر بدبختم؟ چرا؟ دیشب کات کردم. کات کردن طوریه اتفاق خوبیه. آخه سر چیز الکی کات کرد. من همش واسش هزینه میکردم. دارم هزینه میکنم. کافه، رستوران، چه میدونم تولد واسش بگیر از این گوخوریا. یه بار واسه خودم هزینه کردم با کات کرد. چه هزینه وقت 500 تومن دادم دختر رو بردم خونه. یکی دیگه چه بگی؟ های. آی. چرا آقا فقط ایران از این پرداخت؟ چرا میخواید یه جوری رفتار کنی که انگار خارجی؟ ومن. یه صدایی داره میاد خیلی زشته. کنترله داره میکوبم رو پام. آها. وای. داشتون و خب داشت داشتمه سنش کنم من فوش بدم میشنوه درسته؟ حالا خوبه داشت برگره بگی تو گوهم مثلا به فلانه خندیدی که مثلا فوش میدی بعد اونجا هم تو نه این پاستوریزه از اونو بلد نیست. خب حالا اینجوری جلو خودش نگو فردا میره تو مدرسه فقط کافیه بره به یکی که از خودش بزرگتره بگه من چه جوری به دنیا اومدم همون هم سیگاریش میکنه هم معتاده چقدر من آدم بدی هستم نری بگی پسرا تو رابطه خب یهو غیب با این من دیدم دعواشون اتفاق میشه واسه افتاده. آره یه بار یه اسکول مریض بود حس میکنم. نه بابا سرما خورده بود یا دیوونه میمونه یه دقیقه صبر کن الان میاد. باشه دقیقه الان مثلا فرشه با یه پسری تو رابطه باشه بعد تو باهاش حال نکنی بعد بری رابطه‌شون رو به هم بزنی. نه کلم مگه نمیدونم من گفتم شاید مثلا من نمیخوام دعوا رو بندازم و فقط آنیسا مثل این که اون موقع که تو با اون پسر تو رابطه بودی الان اعتراف کرد به من گفتش که من ریدم به دخترم این چی نمیگه بود دیگه ببخشید تو رو خدا داری میگی چی داری میگی گونه نخور تو میدونستی خودت گفتی من ازت پرسیدم چیکار کردی گفتی ریدم به پسری که بذاره بره بابا شوخی کردم ولش کن گناه داره بچه هست اونی نیستی که ویدیوی خواهر منو گذاشت یوتیوب. خواهرت کی بوده؟ من میدونی الان خواهر من طلاق گرفته. به من چه؟ من احمد میپرسم که آقا اوکیه بذارم یا نه. خواهر من رفته ازت شکایت یا چی میگی واسه خوده؟ خب پیام میداد میگفتش پاک کنم شکایت کرده باشه زنگ میزنن دیگه چرت و پرت چرا میگی؟ پاک کنی دهنت سرویس میشه. من خواهرم میدونی چقدر با شوهرش دعوا کرده چقدر بحث کرده. به من ربطی نداره. زبونم بند اومده سر اینکه الان تو رو اینجا دارم میبینم. ببین به من ربطی نداره خب میتونست پیام بده به من ویدیو رو برمی‌داشتم پاک میکردم. همیشه اینجوری مردم چی کارشون کردم؟ تو همیشه اینجوری مردم اسکل میکنی همون جوری که من الان دارم اسکلت میکنم. عجب آدم خواهی